زندگی برای هر کسی یه جور معنا میشه. برای یکی سخته، برای یکی آسون. برای یکی رنج، برای یکی درمون. اما جریان زندگی برای هیچ معنایی متوقف نمیشه. بین همه دغدغه هایی که ما رو غافل از این سیال بودن میکنه، خوبه که گاهی به دور از هر مقصدی خودمون رو بسپریم به دست جریان. این بار بین مردم راه رفتم. از بین رنگ‌ها و طعم‌ها چیزهایی رو انتخاب کردم که مزه یک دور همی قدیمی رو زنده کنه. سفره‌ای برای اومدن سالها پهن کردم. برای اومدن کسایی که بخش بزرگی از خاطراتم بودن. رنگ‌ها و عطرها رو برای استقبال از آدم‌های امن کنار هم چیدم. دستامون مثل گذشته کنار هم کار می‌کردن. بی عجله و تشریفات. مثل همون سال‌هایی که سر یه میز میشستیم و جهان به اندازه مدرسمون بود. گفتیم و خندیدیم. از روزهایی که فکر میکردیم هیچ وقت قرار نیست تموم بشن. از راههایی که رفتیم و آدمهایی که شدیم. از دلتنگی‌هایی که هممون بی صدا با خودمون حمل میکردیم. قدمت دوستی ما از ترشی 7 ساله رد شده بود و حسابی جا افتاده بودیم. اما باز هممون میدونستیم که راهی دراز در پیش داریم. خواستم از برگشتن بگم و دوباره جمع شدن. از اینکه بعضی آدم‌ها حتی اگه دیر برسن بازم چشم و دل رو روشن میکنن. مثل همون روز، مثل همون لحظه که ما دوباره کنار هم نشستیم و جریان داشتیم.